حکومت تاجیکستان لایحه نوی قانون مطبوعات را که از سوی جامعه شهروندی و مجلس نمایندگان تهیه شده بود رد کرده است. مؤلفان گفته بودند که این قانون کامل است که بر پایه تجربه های پیشرفته و خلاصه کارشناسانی بین المللی آماده شده است. اما حکومت تاجیکستان این لایحه قانون را کاسته و ناپوره خوانده و رد کرده است. همکارم ملارجب یوسفی موضوع را پیگیری نمود و حالا در استودیو با ماست. ملارجب سلام و لطفاً بگویید که حکومت با کدام دلیل ها طرح نو را نپذیرفت؟ سلام شهلا، درود بینندگان عزیز. در قرار حکومت که 11 اکتبر به دست رادیوی آزادی رسید، مقامات نوشتند با چند سبب این لایحه را قبول ندارند. از جمله اینکه طرح نو مسئله های مهمی کاری رسانه ها را در کشور تنظیم نکرده است و مفهوم های استفاده شده ساده و فهمان نیستند. حکومت خواسته است کاری مطبوعات، رادیو، تلویزیون و آژانسی ها باید به طور جداگانه در قانون تنظیم شود. ایراد دیگر مقامات بر رسانه‌های خارجی در تاجیکستان دخل دارد. در قرار حکومت آمده است هرچند در طرح نو شیوه کاری رسانه‌های خارجی پر حل و فصل گردیده، اما باید به مسئله‌های امنیت دولتی، تمامیت ارضی، فرهنگ و مدنیت ملی دقت مخصوص داده شود. خطاهای زیادی املایی و مطابقت نکردن متن‌های تاجیکی و روسی از سبب‌های دیگری بوده است که حکومت گفته است باید متن قانون اصلاح شود. به صورت عموم حکومت ضرورت قبول چنین قانون را رد کرده است و گفته است امرهای طرح نو می توانند به کدکس اطلاعات علاوه کرده شوند. خب ملارجب، اگر به جزئیات نگریم چه نکات نوی به فرق از قانون‌های حاضر در این طرح جای داشت؟ شهلا، طرح نو چند علاوه به گفته مؤلفانش مهم داشت. یکی از آنها میبایست ثبت نام رسانه ها را در کشور آسان‌تر میکرد. در قانون فعلی مطبوعات آمده است برای ثبت رسانه شهادتنامه درباره به قیدگیری دولت شخص حقوقی، اقتباس از فهرست یگانه و آیین نامه همان رسانه لازم است. سال 2017 با قرار حکومت برای تأسیس نشریات، مطبع و یا نشریه دوری، معلوماتنامه از کمیته دولتی امنیت ملی هم علاوه شد. این موضوع نگرانی سازمان‌های بین المللی حامی حقوق را به میان آورده بود. با نظرداشت همین نکته، طرح نو پیش بینی کرده است که بجز از 3 حجتی که در قانون مطبوعات پیش بینی شده است، طلب نبودن حجت‌های علاوه‌ای منع است. نکته دیگری نو به اکریدیتاسیون رسانه‌های خارجی مربوط می شود. قانون فعلی آن را به طور عمومی اشاره کرده است، اما طرح نو این روند را مشخص‌تر می کند. بر پایه آن به اساس رد کردن درخواست اکریدیتاسیون خبرنگار منع است و روزنامه‌نگار در این حالت می تواند به دادگاه شکایت کند. بعد سال 2019 وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از دادن اکریدیتاسیون یا پروانه کار به چند خبرنگار رادیوی آزادی خودداری کرد. بله، تشکر ملارجب. من با شاید یادآور می شوم که سازمان‌های بین المللی و کشورهای غربی حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی بیان بارها تنقید کردند. در شاخص یا ایندکس امساله آزادی بیان که آن را گزارشگران بدون مرز روزی 3 می امسال نشر کرد، تاجیکستان 2 زینه پایین رفت و در مقام 155 جای و در شمار کشورهای سرکوبگر قرار گرفت.